وقتی شما هنوز چمپ نداشتیم ما هتریک سیل داشتیم. آها، پس معیار بهتر بودن سیل و هتریک توی سیله. حالا که اینجوریه، زمانی که شما سیل نداشتید آژاکس هتریک سیل داشت. پس این آژاکس از شما بهتره. در ضمن اگر بخواید بحث بیشتر به سمت چمپیونز بشیم، میگم همه ایرتین بیادا. همه ایرتی کجایی؟ من اینجا هم شنیدم که بحث سیله. نظرت چه زمانی که بایرن سیل نداشت ما دبل هتریک سیل داشتیم، یا زمانی که تیمتون اسپانسر و پخش تو تلویزیون نداشت ما داشتیم 4مین سیلمون رو میزدیم. بازم بگم یا کمه؟ از اینا هم بگذاریم. با رافینیا مزه میریزی کار نکن بگم هم کشوریش یا مثلا مولر بی. کاری ندارم که نه هم کشوریش و نه مولر سابقه هتریک جلوی بارسا رو با 90 تا بازی ندارن، ولی رافینیا با تک بازی سابقه پدری و هتریک جلوی بایرن رو داره. اما اگه بحث پدریه، بگم بابا کریستیا. ولی بحث آخرین شد. آخرین چمپتون کی بود؟ نه دیگه، بذار بحث آخر رو من بگم. آخرین چمپ و سگانه و شیشگانه که زدید مدیون مربی چه تیمی؟ سال رئالی اصلا کاری ندارم که بازی رئال و بایرن که 9-1 شد دوستانه بوده، ولی تو چطوری توی یه نیمه 7 خوردی انصافا؟ نه دیگه نشد، اومدی زننگازی در بیاری. ولی حالا اون که بازی دوستانه بود میگیم هیچ امتیازی هم نداشت. ولی تو چجوری از سال 2012 تو کف بردن ما؟ در نهایت هم ما رئالیا و بارسایا هر چقدر با هم مشکل داشته باشیم نمیذاریم تیمای درجه 3 مثل شما برای 2 تا از پادشاه‌های اروپا مزه پرونی کنن.